ما تحکیم وحدت ملی و حفظ فضای آرام و آسایشته را برای زندگی و فعالیت شهروندانمان از همه ارزش‌های دیگر مقدم‌تر می‌شماریم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به مناسبت 26 سالگرد استقلال تاکید کرد که امنیت از هر چیز دیگر در سیاست حکومت اولاتر است. در این 26 سال با گفته صاحب نظران نیز یک دستاورد اصلی تاجیکستان امنیت بوده است. ما می‌دانیم که در 10 سال اول در تاجیکستان وضع داخلی ناامن بود. در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه کرد. تقریبا تا سال 2001 2002 وضعیت در مجموع آرام نشده بود، اما امروز در مجموع وضع امنیتی تاجیکستان نسبتا خوب است. یعنی که آزاد گشت و گذار کردن ممکن است. یگان مشکلات در این سمت وجود ندارد. در واقع همین امنیت است که اجازه می‌دهد مردم آسوده بخوابند، برای آینده برنامه بریزند، صبح با خاطر جمع به کار بروند و فرزند را بی ترس به مکتب بفرستند. سالهای اخیر در کشور عمل تروریستی صورت نگرفته است، اگرچه ناآرامی‌های علاهیده در رشت و خاروق دیده شدند. سیاست خارجی کشور هم مثل بنای وزارت خارجه در این 26 سال تغییر یافت. تاجیکستان که برای مقابله با خطرهای امنیتی اکثرا به روسیه تکیه می‌کند، حالا رو به 3 سمت آورده است. در برابر روسیه از امریکا کمک نظامی می‌گیرد و از چین هم که حالا بزرگترین شریک اقتصادیش است. اما سیاست بسیار سمتی که میگم многовекторная политика باید فاصله یا که نزدیکی که ما با این 3 کشور میکنیم باید یک خیل باشه. یعنی که همون سمت وکتور باید همین خیل باشد که ما با هر 3 یک خیل مناسبت داشته باشیم و با یگان جانب بیشتر اولویت ندیم، زیرا که اگر با یک طرف اولویت دادیم یا که با یک جانب اگر نزدیک شدیم، این میتواند که دو کشور دیگر، دو ابرقدرت دیگر را ناراحت کند. اما در داخل تاجیکستان ناراحتی از وضع اقتصاد است که حال خوبی ندارد. هرچند در این 26 سال میلیون ها نفر زندگی را بهتر کردند و صاحب ماشین و خانه شدند، ولی بیشتر از 30% دیگر کم بضاعت هستند و روزانه برای زندگی تقریبا $3 خرج می کنند. گذشته از این مردم در زمستان هم نیروی برقی کافی ندارند. صدها هزار نفر دور از خانواده در روسیه کار می کنند. بیشتر شهروندان جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان جای کار یافته نمیتوانند و با مهاجرت مهنتی به فدراسیای روسیه بیشتر سفر میکنند. Наряду с новостройками, да, с большими новыми зданиями, еще хотелось бы увидеть. در برابر ساختمان‌های بزرگ خوب میشد کارخانه‌ها می‌ساختند. امیدوارم بهتر می‌شود. نبودن جای‌های کاری را من یک ناکامی کشور می‌حسابم. Как бы я выделил бы это как небольшой минус, да, что тоҷикистон мутаассифона ба гигантомания бештар овард ва чунин ба назар мерасад ки на ба он хотир масалан ин ё он масалан иншоота месозад ки барои ҳамин кишвар зарур аст, барои ҳамин мардум зарур аст, балки гӯё ки мо бо касе рақобат дорем ва бояд нишон диҳем ки масалан баландтарин аз онҳо мо чизе сохта метавонем. بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی را در تاجیکستان می سازند. بزرگترین تئاتر در منطقه هم در دوشنبه خواهد بود و بلندترین پرچم را هم تاجیکستان دارد. ولی حالا وضع اقتصاد برعکس سالهای پیشین بدتر شده است. بانک ها پول ندارند که به میزاجان بدهند و نارضایتی و شکایت بیشتر می شود.